امروز 31 دکبر سال 2022 اکنون پگاه سال نو آغاز می‌یابد و این سال یعنی سال 2022 با همه کمبود و نارسایی با همه برد و باشش مال تاریخ می شود. ما در موضع آوازه‌دار کشور در راغون در ساختمان بنیادی و کشورساز ملت زایدیار تمنا میکنیم که تمام اندیشه های سیاه، تمام شر شور، تمام بدگویی ها در همین سال مانند و ما با تأکید بزرگان به سال نوی میلادی که حسابداری های ما هم با همین سال جمع طرح می شوند آغاز گردد و من تأکید یکی از بزرگان ملت را که در همین مورد خصوصا در وقتی بی اندیشه سخن گفتن بعضی رفقا یا با سایه نور سنگ انداختن ها دیگر از بین بروند و ما واقع بینانه و تمام عمل و تمام حادثات گرد اطراف و از آن جمله به طرح کشورساز دیار نیروگاه برق آبی راغون که غیر از گرمی و روشنی و محبت دیگر محصول پیش نمی سازد با ملاحظه باشیم، دستی به دست داده برای آبادی یا برای زندگی پیش و تصادفان چسب تلاش داشته باشیم. این قدر خدمت ها و زحمت ها و رساله‌ای که از جمهوری برای ما میشود برای وظیفت آینده به انجام رساندن این ساختمان عمومی جهانی هست. کارو باید وظیفت بیان به تیزی انجام بدیم که آینده ما فعالیت که مثال این گسه فرزندای ما به خوبی مثال استفاده کنیم و راحت بودیم. شنیدم من سخن روز افلاطون یونانی، سخن را پیش و پس بنگر پس از آن گو اگر دانی. سخن دور است پنهانی، سخن شیر است زندانی. چو شیر از بند وا گردد گرفتن باز نتوانی. سخن دانسته گفتم به تحمل کن که یک ساعت تحمل به ز 100 ساله پشیمانی. هیچ کس از هیچ چیزی نشد. جوانان رو ما تکلیف میکنیم که کار باموزن از ما یک تجربه بگیرن. باز میگه که هر کی به استاد کرد آغاز کار و باری اون ندارد اعتبار. دامن استاد گیر و شاد شو مدت خدمت کن بعد استاد شو. آره به همین خاطر
و جوانان رو تکلیف بکنیم که خدمت کنن صدقاً، نه اینکه یکی رو یکی همین رای کنن. ما نبیره های حکیم ابوالقاسم فردوسی، روبکی بزرگوار، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میرزا بیدیل و دیگر حکیمان سرچشمه حکمت و نیروی انسانیت سخنگی خوشبختانه به زبان ناب فارسی اداری تاجیکی ما را هشدار داده می ایستادند رسیده باشیم و در این هوا با قدر طرح بنیادی کشور که در تاریخ بیش از 1000 ساله ملت و میهن روشنترین عمل است به خاطر آبادی کشور، زندگی شایسته باشندگان و روشن و منور طرحریزی کردن آینده کسالمندان رسیده باشیم، دستی به دست به قوله مراد راه بگیریم و به فرموده ناصح بزرگ ملت، عارف همه دور زمان ها میر سید علی حمدانی به گذشته صلوات گوییم و به همه نیک آرزو کنیم که هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد باد، هر کی ما را خوار کرد از اوم برخوردار باد، هر کی اندر راه ما خار فکند از دشمنی، هر کی اندر راه ما خار فکند از دشمنی، هر گل که از باغ وصلش بشکفد بیخار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار. موفق باشید همدیاران عزیز و گرامی.